رد خون دست ساقی هنوزم رو لب مشیه، گریه های مشک پاره شبیه بارون عشق، شونه زخمی نخلی شده تکیه گاه سقا. قربونت برم، قربون عشقات برم، قربون نالات برم. به خدا من میمیرم برای اون مستمعی که اجازه خوندن به من نده. 2-3 روزه توی این 2 جلسه این رفقای ما با این شعره دارن میمیرن، بعضیاشون. تو رو خدا خوب دل بده، عباس تک و تنها کنار علقمه. یه دعا کنم شما آمین بگی. ای خدا امید هیچ کس رو ناامید نکن. رد خون دست ساقی هنوزم رو لب مشکه، گریه های مشک پاره شبیه بارون عشق، شونه زخمی نخلی شده تکیه گاه سقا. تکیه داده به یه نخل، از همه وجودش داره خون میره، اما نگاهش به یه جای خیره است. کجا؟ شونه زخمی نخلی شده تکیه گاه سقا. محو خیمه ربابه آخرین نگاه سقا. داره راه کربلا باز میشه، میخوام بریم کربلا. آماده هستی یا نه؟ از بعضیاتون میترسم بیت بعدیشو بخونم یا نه. شونه زخمی نخلی شده تکیه گاه سقا. محو خیمه ربابه آخرین نگاه سقا. بیت بعدیشو بگم یا نگم؟ چیکار کنم؟ جای بوسه علی رو قنداقش داد دست امیرالمومنین. خانم ام البنین دیدی هی دستا رو میبوسه، چشما رو میبوسه، هی اعضای عباس رو میبوسه. حالا تمام اون جایی که علی بوسید شمارش کردن. کی؟ چجوری؟ جای بوسه علی رو همه تیرا شمردن. نه یه حرفی تو این بند هست تو مصرع آخرش، به این مجانی هم نمیشه.
بذار من یه خورده مزه کنم. رد خون دست ساقی هنوزم رو لب من. میگی با من؟ رد خون دست ساقی هنوزم رو لب من. گریه های مشک پا، کسی نبود اونجا براش گریه کنه. گریه های مشک پاره شبیه بارونه، شونه زخمی نخلی شده تکیه گاه سقا، محو خیمه رباب آخرین نگاه سر. خوندم برا مثل آخرا، بشنو گوش بده. جای بوسه علی را همه تیرا شمردم، آبروی پهلوونو کنار القم بردم. ببینم میتونی امروز امضای کربلا تو از عباس بگیری یا نه. دلمون تنگ شده. من امیدم به شماهاست، بلکه شماها برید منم با خودتون ببرید. این زمزمه بوی بهشت میاره با خودش. جان جان، وقتی تو میگی حسین من نمیگم جان، ام البنین میگه جان. حالا از اون ور برات بگم، از این ور تو میدون شنیدی، از کنار خیمه ها برات بگم. کنار خیمه سقا تفلکی نشست بیتا، چشمش به این بیابون، عموم گفته آب میارم. کنار خیمه سقا تفلکی نشست بیتا، میگه بچه ها بیایید عمو الان میاره. تو هم امروز دستتو دراز کن، بگو عمو عباس منم تشنم، من تشنه تو هم عباس جان. با من بگو ببینم. کنار خیمه سقا تفلکی نشسته تنها، کنار خیمه سقا تفلکی نشسته بیتا، میگه بچه ها بیایید عمو الان میاره. یکی داره میاد از دور، چشمشون به راست دیگه، عمو کی بیاد، بابا رفته عمو رو بیاره. چشمشون یکی داره میاد از دور، شب آرزو سر اومد. بچه ها بیا. یکی داره میاد از دور، شب آرزو سر اومد. نگاشون چه ناامیده،
بابا دست بر کمرو. بابا داره میاد، اما چرا اینجوری داره میاد؟ من خودم میمیرم برای این بیتش. حالا که تا دید بابا با این وضع دختر حسینه، لازم نیست کسی چیزی بگه. گرفت مطلبو، دوید تو خیمه بچه ها رو جمع کرد، گفت دیگه کسی حرف آب نزن ها.